کورنی واسیلیویچ. درشکچی موذیانه او را می‌نگرد و سخنان کنایه آمیزی در مورد زن جوانش بر زبان می‌راند. این چیزها سوء ظن کورنی را برمی‌انگیزد، علل خصوص که زن جوان است و او پا به سن گذاشته. به نخستین قهوه‌خانه‌ای که می‌رسند، قدری ودکا به درشکچی می‌خوراند و اطلاعات بیشتری کسب می‌کند. آری، معلوم می‌شود زنش از غیبت او استفاده کرده و اوستیگنی را به خدمت گرفته است. اوستیگنی؟ پیش از ازدواج هم شایعاتی در بین بود. کورنی مانند برج زهرمار به خانه می‌آید. با ذره‌بین بدبینی در هر جزئی از رفتار و گفتار زنش دقت می‌کند. رفتار و گفتار و خوشامدگویی، خلاصه همه چیز وی را غیر طبیعی و تصنعی می‌یابد. هنگام خواب فرا می‌رسد. به اتاق خواب می‌رود و به انتظار می‌نشیند. اما زنش بی جهت معطل می‌کند. وقتی هم که می‌آید مدتی طول می‌دهد تا بچه را بخواباند. بعد هم که مشغول خواندن نماز می‌شود. نماز را هم بی جهت طول می‌دهد. کورنی تردید ندارد که همه این کارها را به عمد می‌کند. می‌خواهد دفع الوقت کند. از او می‌پرسد در حیاط با اوستیگنی چه صحبت می‌کردی؟ چرا استخدامش کردی؟ و به جان زن می‌افتد و او را به شدت کتک می‌زند. دختر خردسال جیغ می‌کشد، اما کورنی او را به سویی می‌افکند. دست دخترک می‌شکند. کورنی خانه و کاشانه خود را ترک می‌کند. ثروت و سلامت خود را از دست می‌دهد و به تکدی از این و آن می‌پردازد. 7 سال می‌گذرد. با چاروخ‌های زوار در رفته، ریش سفید و لباس ژنده به دهزاد بومی خویش باز می‌گردد. در کنار ده به گله‌ای برمی‌خورد که دختر جوانی از آن مراقبت می‌کند. یکی از دست‌های دختر ناقص است. دل دختر به حال پیرمرد می‌سوزد و او را به خانه خود می‌برد. پیرمرد سرگذشت خود را از دهن ساکنان خانه می‌شنود. زنش گناهی نداشته و لکه‌ای بر دامن عفتش ننشسته است. دختر ناقص همان دختر خردسالی است که دستش شکست. به امید آشتی با زنش به خانه خود می‌رود، اما زن حاضر به گذشت نیست و او را از خود می‌راند. کورنی به خانه دختر باز می‌آید. زن نیز از خشونتی که به خرج داده است پشیمان می‌شود و در جستجوی وی به راه می‌افتد. اما هنگامی می‌رسد که کورنی بی آنکه نشانی از آشنایی ابراز داشته باشد در خانه دختر خویش از جهان رفته است. کورنی واسیلیویچ از لئو تولستوی. سلام دوستان و همراهان همیشگی ما. اگه تا اینجای داستان لذت بردید ویدیو رو لایک کنید و با دوستانتون به اشتراک بگذارید و اگه تا حالا کانال ما رو سابسکرایب نکردید سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم فشار بدید تا از این به بعد داستانهای ما رو بشنوید و امیدوارم که لذت ببرید. آخرین برگ. کارگر دختری مدت هاست بیمار است و بنیه‌اش روز به روز تحلیل می رود. پزشک معالج و دختری که با بیمار هم منزل است و نقاش سال خورده‌ای که دوست آنها است منتهای کوشش خود را می کنند. لیکن دخترک دست از زندگی شسته است. پاییز است و برگ‌های سرخ پیچکی که از دیوار روبروی اتاقشان بالا رفته است یکی پس از دیگری فرو می‌افتند. دختر بیمار فرو افتادن برگ‌ها را از فراز بستر می‌نگرد و با خود می‌اندیشد که با سقوط آخرین برگ او نیز می‌میرد. پزشک می‌گوید با بنیه‌ای که بیمار دارد این خیال به زندگی او پایان می‌دهد. اما اگر بتوان وی را امیدوار کرد شاید که شفا یابد.
تنها یک برگ بر پیچک باقی مانده است و دختر معتقد و مؤمن است به اینکه با فرو افتادن آن خواهد مرد. شب باد در غوغاست و طوفان بیداد می کند. لیکن برگ بر جای خویش باقی است و دختران را می بیند و قوت قلب می یابد و بحران بیماری را از سر می گذراند. هنوز دوره نقاهتش پایان نپذیرفته است که نقاش سالخورده بر اثر ابتلای به ذاتوریه می میرد. پیرمرد که دیده بود طوفان و باد آخرین برگ را از پیچک جدا خواهد ساخت، شب هنگام نردبان و فانوسی برداشته و برگی بر دیوار نقاشی کرده بود. آخرین برگ از او هنری. و اما جرم محرز. جرالد پوگارتی، کارمند بانک، می‌خواهد به بانک دستبرد بزند. نقشه‌ای می‌کشد، 2 سال تمرین می‌کند. کم کم قیافه مرد پا به سن گذاشته‌ای را به خود می‌گیرد. حالت خمیدگی به پشت می‌دهد. عینک می‌زند و برای اینکه چاق‌تر بنماید لباس پنبه آجیده می‌پوشد. در این ضمن بعد از ظهرهای شنبه و روزهای یکشنبه و نیز مواقع بیکاری به یکی از شهرهای ییلاقی می رود و در آنجا با نام ویلفرد ویلدرسون با مردم معاشرت می کند. در این شهر خانه و دم و دستگاهی دارد و آنطور که می گویند در لندن تجارت خانه دارد. ویلفرد ویلدرسون مردی است خوشریخت و خوش لباس. جرالد پوگارتی آدمی است چاق و پا به سن گذاشته و هرگز هم از لندن خارج نمی شود. اینک در این شهر ییلاقی آقای ویلفرد ویلدرسون را همه می شناسند. در لندن هم دوستان آشنایان به قیافه دگرگون گشته آقای پوگارتی خو گرفتند. زمان اجرای نقشه فرا می رسد و آقای پوگارتی معادل 40,000 لیره اوراق بهادار سرقت می کند و سر فرصت و با فراغت خاطر آنها را به پول تبدیل می کند و سپس ناپدید می گردد. نامه‌ای از خود به جا می گذارد و ضمن آن به عمل خود اعتراف می کند و می گوید که بر آن است خودکشی کند. روز بعد در یکی از شهرهای ساحلی پیش چشم چند نفر خود را به دریا می اندازد. البته بدیهی است در جلد پوگارتی. در زیر قایقی که واژگون شده است مخفی می شود و چون جستجو به پایان می رسد لباسش را می کند و با لباس شنایی که در زیر آن پوشیده است با قیافه ویلدرسون به ساحل می آید. آقای ویلفرد ویلدرسون از آبتنی بازگشته است. به خانه ییلاقی خود می آید. اینک که آقای پوگارتی را با آن همه کاردانی دور از دسترس قانون قرار داده است، تنها کاری که باید بکند این است که بنشیند و با پولهایی که دزدیده است خوش بگذراند. چندی بعد برای تعهد اعانه‌ای به کلانتری محل می رود. از خیالش نمی گذرد که کسی بتواند به هویت اصلی او پی ببرد. صورت اعانه را امضا می کند. هنگامی که سر بر می دارد، یک جفت دستمند در مقابل خویش می بیند. امضای حقیقی خود را پای صورت اعانه گذاشته است. جرم محرز از سی مارک. قلب رازگو. صحیح. عصبی. آری. عصبی بودم و هستم، اما چرا میگویی که دیوانه‌ام؟ بیماری حواسم را تیز کرد، اما از بین که نبرده است. بیش از همه حس شنواییم تیز بود. آنچه را که در آسمان و زمین میگذشت میشنیدم. وقایع بسیاری را که در جهنم میگذشت میشنیدم. پس چگونه دیوانه‌ام؟ گوش کن. ببین که چگونه در عین عافیت و با منتهای روشنی میتوانم داستان را از سر تا ته تعریف کنم. نمیدانم چگونه این فکر به کلم زد.
اما همین که زد دیگر قرار و آرام را از من سلب کرد. غرضی در کار نبود. شور و شهوتی در بین نبود. پیرمرد را دوست داشتم. بدی در حقم نکرده بود و اهانتی به من روا نداشته بود. طمعی در مالش نبسته بودم. گمان میکنم جریان مربوط به چشمش بود. آری، به چشمش. یکی از چشمهایش به چشم لاشخور میمانست. آبی کمرنگ و بی حالت. هرگاه که بر من میافتاد گوشت تنم میریخت. بنابراین کم کم تصمیم گرفتم جان پیرمرد را بگیرم و خود را برای همیشه از شر نگاه این چشم خلاص کنم. در تاریکی شب دزدانه به اتاق پیرمرد میخزد، اما پیرمرد بیدار میشود و بی حرکت به انتظار میایستد. اندکی بعد ناله ضعیفی شنیدم. میدانستم که این ناله وحشت سخت و جانکاه است. ناله درد و ناراحتی بود؟ نه، آوای آهسته و خفه‌ای بود که از اعماق روح آنگاه که در زیر بار دهشت عظیم کمر خم می‌کند برمیخاست. میدانستم که از هنگامی که نخستین صدای خفیف به گوش رسید و در بستر غلط زد بیدار است. ترس و دهشت از آن لحظه رشد کرده و وی را در پنجه گرفته بود. کوشیده بود آن را بی جهت بداند، اما نتوانسته بود. بیهوده، زیرا سایه سیاه مرگ دزدانه به وی نزدیک شده و شکار خویش را در بر گرفته بود و این تأثیر هولناک، این سایه نادیده بود که با آنکه نمیدید و نمیشنید موجب شده بود وجود مرا در درون اتاق احساس کند. خب مگر نگفتم که آنچه که تو دیوانگی میپنداری چیزی جز چیزی فزون از اندازه حواس نیست. حالا گوش کن. صدای آهسته و خفه و تندی چون صدای ساعتی که در پنبه پیچیده باشند به گوشم خورد. این صدا را هم خوب می شناختم. صدای ضربان قلب پیرمرد بود. قلب رازگو، ادگار آلن پو. از داستان‌های گزمه. منم دردسرا و ناراحتی‌های خودمو داشتم. اما همیشه باعثش دیگرون بودن. گاهی چشم هم چشمی بود، گاهی هم مردمی بودن که یکی رو میخواستن که کمکشون کنه و مثل این که فکر میکردن منو برای همون کارا اونجا گذاشتن. باور کن اونایی رو که کمکشون کردم و کاراشون رو راه انداختن عده‌شون اونقدر بود که دست همو بگیرن و دور کلیسای سمپل چوبی برقصن، البته اگه پلیس میذاشت. اونایی که برای پرسجو مصلحت پیشم می اومدن که دیگه به حساب نمیاد. یادم میاد یه وقت مردی اومد و پرسید بهترین مرگ موش کدومه؟ مرگ موشی که آرد قاطیش نباشه. من از همه جا بیخبر که هیچ یادم نبود مادر زنش باهاش یه جا زندگی میکنه بهش گفتم. خوشبختانه خدا رحم کرد و یارو کمکی آرد توش زده بود. یکی دیگرشون دادش از دست زنش بلند بود. میگفتش عادت بدی داره. هر وقت حرفشون میشه لیوان آب و سرد و ور میداره و تو کلش ول میده. منم شوخی شوخی گفتم خب تو هم هر وقت این کارو کرد لیوان آب داغ و وردار و ولده تو کلش. گفتم داغ نگفتم جوش، ولی بعضیا که حرف و گوش نمیکنن. یارو رفت و 1 ماه زندون نوشه جون کرد. از زندون که در اومد طوری اوقاتش تلخ بود که اگه اون چیزایی رو که میگفت میکرد 10 سال تو زندون میخوابید. از سلسله داستان‌های گزمه از ویلیام وایمارک جاکوبز. صورت سرخ. بابا قوطی رنگی را که ماما از شهر آورده بود به دقت نگاه کرد. پرسید این چیه؟ ماما گفت رنگه و به باز کردن بسته و خالی کردن چیزهایی که آورده بود ادامه داد. بابا میز را آن طرفتر کشید که دست و پاگیر نباشد. به نرمی گفت حدس میزدم رنگ باشه. خب رنگ برای چی؟ برای درشکه باب. در تقا رو وردار. خب درشکه مگه همینطوری که هست چه عیب داره؟ هیچی، فقط یه خورده رنگ میخواد. گوش کن امی،
درست گوشاتو واکن. با این همه کارایی که رو دستم مونده فکر میکنی عقلمو گم میکنم و میشینم درشکه مرشکه برات رنگ میکنم؟ ماما جواب داد: کی گفت تو رنگ کنی؟ خودم میکنم. بله البته اگه بنا باشه تو باید بکنی. لا حول ولا. با این شلوغی و سر و صدایی که تو راه انداختی هر کی ندونه خیال میکنه ملکه سبا میخواد مهمون بیاد. ماما گفت: تازه اگه اونم میومد قد هلن حرمتش نمیذاشتم. تنها دوستیه که دارم و میخوام وقتی میاد همه چی مرتب باشه. اگه اینطوری که تو میگفتی آدم چیز فهمی باشه خر کردنش یه ورقه رنگ بیشتر میبره و فوری میفهمه که صورتمونو با سیلی سرخ نگه میداریم و حالا هم اگه کسی دور و برا نباشه گونی تن میکنیم. صورت سرخ از دیوید لامسون. تصویر. آقای بیگر گفت: تابلو. میخواهید تابلو ببینید؟ چشم، آثار جدید و متنوعی در گالری داریم. عرض کنم انگلیسی و فرانسوی و مشتری دستش را بالا آورد و سر تکان داد و به لهجه مطبوع انگلیسی شمال اظهار داشت: خیر، بنده اهل آثار جدید نیستم. تابلوی واقعی میخواهم. تابلوی کار قدیم. رامبراند، سر جاشوا رینولدز و از این قبیل. بله البته کار استادان قدیم. بله آثار جدید هم داریم، آثار قدیم هم داریم. مخاطب گفت: راستش اخیراً خانه نسبتاً وسیع خریدم و با لحن مؤثری افزود: خانه اربابی. آقای بیگر تبسم کرد. ساده‌لوحی خاصی که از رفتار این مرد ساده دل می‌تراوید بسیار دلانگیز بود. نمی‌دانست این پول را چگونه به دست آورده است. خانه اربابی. نحوه بیان عبارت به راستی دلکش بود. مردی را در برابر خود می‌دید که با کوشش بسیار راه خود را گشوده و از رعیتی به آقایی یک خانه اربابی رسیده بود. از قاعده هرم نظام فئودالی بالا رفته و به رأس آن رسیده بود. سرگذشت خود وی و تاریخ زندگی و رنج تمام طبقات در همین یک تیکه پر از هیبت و غرور کلمه اربابی بیان شده بود. اما مرد بیگانه همچنان به سخن ادامه میداد و آقای بیگر نمیتوانست رشته افکار خیش را تعقیب کند. میگفت: در چنین عمارتی و با موقعیتی چون موقعیت من که باید آن را حفظ کرد آدم ناگزیر است تابلوهایی داشته باشد. بله، تابلوهای کار استادان قدیم، استادانی چون رامبراند و همانهایی که فرمودید. آقای بیگر گفت: بله، داشتن تابلوهای کار استادان قدیم خود نشان تشخص و برتری اجتماعی است. مرد در حالی که چهرهش از نشاط پرتو می‌افکند فریاد برآورد: بله همین. درست همان چیزی را فرمودید که بنده می‌خواستم عرض کنم. آقای بیگر سر فرود آورد و تبسم کرد. چه لذت بخش است که آدم کسی را بیابد که کنایه‌ها و خرده مطلق‌هایش را به جای سخن جدی بگیرد. تصویر از آلدس هاکسلی.